سرخط خبرها. هشدار از بحران اقتصادی در تاجیکستان. وزارت مهنت گفت مهاجران اخراج شده را به کار تامین میکنیم و مصادره پول مهاجر تاجیک در فرودگاه سورگوت. سلام بیننده های عزیز، به برنامه نوید بامدادی خوش آمدید. امروز 7 اپریل است. بانک آسیایی رشد، یک مؤسسه مالی بین المللی، میگوید تاجیکستان را امسال مشکل اقتصادی انتظار است. با گفته این نهاد احتمال دارد که با توجه به پیامدهای بحران جدی اقتصادی در روسیه، رشد اقتصادی تاجیکستان در سال 2022 کاهش یابد و تنها سال 2023 وضع کمی بهتر شود. این نتیجه گزارش تازه بانک آسیایی رشد است که همه ساله نشر می شود. اقتصاددان‌های بانک پیش بینی کردند که بعد یک باره از 4.5 تا 9.2% بالا رفتن رشد اقتصادی کشور در سال 2021، حجم مجموع محصولات داخلی در سال جاری تا 2% کاهش می‌یابد. بالاروی نرخ مواد سوخت، مواد غذایی وارداتی و فشار بالای سامانی به دلیل کاهش یک باره قرب روبل روسی از عامل‌های آن دانسته شده است. در گزارش همچنین احتمال بالاروی معاش دولتی، نفقه و نرخ نیروی برق نیز در نظر گرفته شده است. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان میگوید آن مهاجرانی که در صورت مجبوری به وطن برگردانیده میشوند به شغل نخواهند ماند. در این باره نورالله محمدالله زاده، معاون وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی خبر داده است. با گفته او در کشور برنامه دولتی پشتیبانی از شهروندانی که تازه از دیگر کشورها برمیگردند عمل میکند. آنها با کمک‌های بخش حفظ اجتماعی تامین شده، همچنین برای گرفتن معلومات کسبی یا تکمیل اختصاص به آنها کمک رسانده می شود و به چنین شهروندان قرض‌های امتیازناک نیز داده می شود. ابراز نظر این مسئول در حالی است که در گذشته مهاجرانی که به این وزارت مراجعت کردند از کم بودن معاش کارخانه‌های پیشنهاد شده شکایت کرده بودند. عبدالله دولتوف، رئیس اتحاد تاجیکستانیان روسیه، زنازنی عمومی میان مهاجران تاجیک و ازبک را شرح داده است. در پی زنازنی مهاجران تاجیکستان و ازبکستان در محل ساختمان بینای استقامتی سرس استالیتس بیش از 120 نفر بازداشت گردید. گفته می شود که گویا یک کارگر تاجیک یک کارگر دیگر از ازبکستان را دورک یا احمق گفته است و بعد آنکه 2 نفر دست به گریبان شدند، مهاجران باقی مانده به مناقشه همراه شدند. عبدالله دولتوف به گازیت رو گفته است به سبب پس شدن قرب روبل کار در روسیه مشکل شد و مهاجران تحت شدت بیکاری زود عصبانی می شوند. او از راهبران دیاسپوراهای تاجیک و ازبک دعوت کرده است که با هموطنان خود همکاری کنند و خواستار فراهم آوردن شرایط برای کار قانونی شهروندان دو کشور شده است. ضمناً بنا به اطلاع اگنتی مهاجرت بیرونی ازبکستان، در پی زنازنی در مرکز مسکو 41 کارگر از تاجیکستان و 85 نفر از ازبکستان بازداشت شدند. بنا به معلومات نهاد 20 شهروند ازبکستان را به احتمال از روسیه اخراج می کنند. سفارت تاجیکستان و نمایندگی مهاجرت تاجیکستان در مسکو تا کنون این قضیه و وضع مهاجران بازداشت شده تاجیک را شرح ندادند. ماه دوم است که جنگ در اوکراین ادامه دارد و تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی پیوسته درباره این مناقشه خبر می‌دهند و نوارهای وحشتناک و تشویش‌آور را نمایش می‌دهند. روانشناسان تاثیر این وضع بر روان کودکان را تشویش‌آور می‌خوانند. اضطراب شدید، عصبانیت، بی اشتها و بیخواب شدن. روانشناسان هشدار میدن که حمله روسیه به اوکراین میتواند بر روان کودکان تاثیر و پیامدهای ناگوار داشته باشد. ناوابسته به آن که آنها در محل جنگ قرار دارند و یا در یک گوشه دیگری دنیا. مشاهده صحنه‌های جنگی و تشویش کلانسالان بر روحی آنها آسیب جدی میرسانده است. ما بیشتر برای کودکان خردسال در تشویشیم، زیرا برای کودکان در سن و سال خرد واقعاً بین آن چیزی که در جایهای دیگری جهان با کودکان دیگر رخ می‌دهد و وضعی که خود آنها قرار دارند فرق گذاشتن مشکل است. روانشناسان تاکید میکنند که ناوابسته به سن و سال کودکان صحبت با آنها درباره جنگ مهم است.
parents, it's recognizing that kids are going to get this information. من فکر میکنم والدان باید دانند که کودکان این معلومات را دریافت میکنند، اما ما باید باوری حاصل کنیم که آیا او به درک این اطلاع می رود؟ اگر معلومات از سوی والدان ناسنجیده و بالاتر از سطح رشد ذهنی کودک باشد، می تواند باعث به تغییر طبع و روح و رفتار وی شود. کودک می تواند ناراحت و خشمگین شود و اشتها و خوابش هم تغییر کند. Appetite or sleeping. تاتیانا باتلر شهروندی اوکراین طی 13 سال اخیر همراه با خانواده‌اش در امریکا زندگی می کند. اما والدان و برادران و خواهران او در اوکراین ماندند. از آغاز جنگ در اوکراین او کوشش دارد به سؤال فرزندانش درباره اینکه چرا در اوکراین آدمان را میکشند پاسخ بگوید. آنها درک کردن نمیتوانند که چرا بیبی و بابایشان در ته خانه پنهان شدند. چرا ما در خبرها خانه‌های ولنگار شده و ماشین‌های سوخته را می‌بینیم. برای من همچون مادر خیلی دردآور است که کودکان من چنین صحنه‌ها را می‌بینند. این وضعیت به خانواده تاتیانا امکان میدهد که به او کودکان کمک به نیازمندان را آموزند. برای مثال ویتالی پسری 10 ساله تاتیانا در یک رسم جنگ در اوکراین را محکوم کرده با همین تصویر همراه با والدان و برادرش در نمایش اعتراضی در واشنگتن شرکت کرد. کارمندان گمرک در فرودگاه شهر سورگوت روسیه از باغاج دستی یک مسافری که به شهر خوجند تاجیکستان پرواز میکرد 1,585,000 روبل پول نقد یافتند. دفتر مطبوعاتی گمرک ولایت تیومن دیروز 6 اپریل در سامانه‌اش خبر داده است که این مسافر در خط سیر سورگوت خوجند ثبت نام کرده توسط راهروی سبز به سمت تالار پرواز رهسپار بود که او را کارمندان گمرک منع کردند. در پی انجام نظارت گمرکی 840,000 روبل یعنی مبلغ برابر 10,000 دلار آمریکایی را به این مسافر برگرداندند، ولی 745,000 پولی از معیار زیادتیش را مصادره کردند. گفته می شود در رابطه با این حالت بر اساس کودکس حقوق بیانکنی‌های ماموری روسیه پرونده ماموری شدند. این پرونده الکی به دادگاه سپرده شده است. حکومت روسیه در پی اعمال تحریم‌های سنگین بین‌المللی بعد حمله نیروهایش به اوکراین انتقال پول به خارج این کشور را تحت نظارت شدید گرفته خیلی محدود کرده است. حالا با بیرون از روسیه برآوردن مبلغ بیش از 10,000 دلار را منع کردند. بخش یک روز تاریخ را در تهیه همکارمان نگاره فضل‌الدین همراه می‌بینیم. هفتم اپریل روزی 7 اپریل با تشبث سازمان جهانی تندرستی روز جهانی بهداشت تجلیل می شود و در این روز به خصوص کار و زحمت خادمان طب، همشیره و دایه ها قدردانی می شود. در تاجیکستان به ویژه در دوره پاندمی کرونا ویروس کارمندان طب و همشیره ها به ارتش قوی کمک در معالجه اهالی تبدیل شدند و شبانه روزی در بیمارخانه و هم خانه به خانه گشته بیماران را نجات می دادند. ده ها کارمندان طب هنگام اجرای وظیفه کسبی خود در دوره پاندمی کووید 19 جان دادند. 7 اپریل سال 2021 رئیس شرکت زمان مشهور امید 88 در زندان درگذشت. رجب علی آدینایف که در بازار مواد سوخت و ساحه‌های دیگر پیشتاز بود، برای صادر کردن یک قطار جنایت‌های اقتصادی سال 2017 بازداشت و به 28 سال زندان محکوم شد. تلاش‌های او و نزدیکانش برای بازبینی حکم بی‌نتیجه بود و نهایت پس از یک جراحی در محبس درگذشت. شرایط حبس و زندانی شوی صاحبکاری تاجیک که تا حبسش در عمری تجارتش را به آدم نزدیک به حکومت بودنش ربط می‌دادند، برای مطبوعات ناروشن مانده همه این را به رقابت ناسالم با یکی از مونوپولیست‌های بازار سوخت ربط می‌دهند. 7 اپریل سال 2013 استاد معروف ژورنالیستان تاجیک پیوند گلمرادزاده درگذشت. استاد و سابق دکان فاکولته ژورنالیستیکای دانشگاه ملی تاجیکستان در 56 سالگی از درد دل درگذشت. محقق موضوع تشکل پوبلیسیستیکای شوروی تاجیک یک شخص بیداردل و معارف پرور بود و 10 شاگرد تربیت کرد. او همچنین مدت مجله مهرگیا را نشر کرد که عقیده های ملی گرایانه را تبلیغ می نمود.
بانک ملی ارزش قربی اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است: 1000 روبل روسی 150 سومانی و 60 درم و 100 دلار آمریکایی 1250 سومانی مقرر شده است. در بانک‌های تجارتی انتقال و خرید و فروش اسعار خارجی می تواند فرق کند. بینندگان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه. خود را احتیاط کنید. خدا نگهبانتان.